سلام پسر. ای چه خبر؟ به نظر عصبی میای. اوضاع اصلا خوب نیست پسر. از شنیدنش متاسفم. میخوام یه لحظه. سلام عزیزم، چه خبر؟ واقعا؟ تریسی؟ دانشگاه؟ تریسی ما دانشگاه واقعی؟ داری شوخی میکنی؟ این عالیه. خیلی خوب گوش کن، بعدم با هم حرف میزنیم باشه؟ آره باید به سری کارو برسم. خیلی خوب فعلا. آماندا گفت بعداً دعوتت کنم خونمون برای شام. یکی از این شبا. نمیدونم چی کار کردم که اتفاقای خوب برام همینجوری صف کشیدم. بچه‌ام برگشتن، زنم کاری که عاشقشم، یعنی من تونستم، ما تونستیم. چیه؟ ببین مرد، من دوستت دارم، خودت هم میدونی. به خاطرت کلی تو خطر افتادم. یعنی چی؟ ببین جفتمون میدونیم که این داستانا تمومی نداره. خب این حرفا برای چیه؟ تو اومدی اینجا منو بکشی؟ تو؟ ای خائن! لعنتی. چی شد؟ هرچی بلدی و خودم یادت دادم. نه همه چیو. من خیلی قبلتر از تو اینجا بودم. همینجا هم میمونم. آره خواهیم دید. هر جا بری پیدات میکنم. هر جا که فکرشو بکنی. آره؟ آره. من مثل نوچت بودم. هر لحظه ممکن بود یه گوله تو سرم خالی کنی. عوضی. لعنتی. همینطوری اینو با خودت تکرار کن. باعث نمیشه حس بهتری پیدا کنی. ما خیلی وقته که هم دیگر رو میشناسیم، ولی تو اصلا عوض نشدی. تو شدی. تو یه خلافکار 2000 شد 3000. الانم میخوای تنها کسی که باهات خوب بود و بکشی. نه، من بهت اعتماد کردم، آوردم تو بازی، مثل خونوادم باهات رفتار کردم.